قانون تنظیم را سخت‌تر کردند. برگزار کردن خدایی با ذبح گاو و گوسفند و برگزاری ختنه‌توی منع می شود. من بعد تمام مراسم دفن عزاداری از قبیل 3 40 و سال به ذبح چهارراه و به دادن طعام باید گذرانده شود. دادگاه عالی هند شکایت زنان مسلمان را به نوبت گرفت و 3 طلاق را منع کرد. چرا؟ وقتی شما این 3 طلاق دادین، او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز به شوهر اصلی خود مراجعه کنه. و قصه نورس تاجیک که زحمت میکشد و مادر و خواهرش را کمک میکند و برای تحصیل و لباس مکتبی پول به دست میآورد. تا کلام بشم، دکتر بشم، آچم، خواهرم کسال شوند اگر به پول لیچه میکنیم. تفصیل خبرها. پارلمان تاجیکستان امروز طرح اصلاح شده قانونی را قبول کرد که اجازه نمی‌دهد معرکه‌های خدایی با مهمانداری مردم برگزار کرده شوند. وکیلان پارلمان قانون بحث برانگیز تنظیم رسم آیین را که 10 سال پیش قبول شد با تغییرات زیادی دیگر تصویب کردند. میرزا نبی خالقزاد همکار ما در دوشنبه شاهد بررسی طرح در مجلس نمایندگان بود. اجلاسی دوم بله غیر نوبتی مجلس نمایندگان همین حال کار خود را بعد از بررسی 8 مسئله مهم انجام داد و مسئله اولی آن این هم یکی از موضوعهایی بود که تقریبا 4 ماه در میان مردم و در جمعیت‌ها، در نشست‌ها، در رسانه‌های خبری و در سفرهای پرزیدنت تاجیکستان بررسی می‌شد. این مسئله تنظیم رسم و آیین‌های تاجیکستان بود که با جمع آرا و تصویب رسید. در این قانون همون طوری که بحثایی که ادامه داشت، مسئله تنظیم توی عروسی، در مسئله تنظیم ختنه‌توی، در مسئله شرکت حافظا با این معرکه ها همطور مسئله های تصویب شد و موافق قانون تنظیم رسم آیین شرکت حافظا در توی ختنه‌توی منع کرده شد و این تنها باید در دایره عائله صورت گیرد. گذراندن هر گونه معرکه های وابسته به تولد کودک در دایره عائله بدون ذبح چهارراه و خدمت رسانی صنعتکاران پیش بینی می شود. روند برگزاری مراسم دفن و عزاداری نیز تکمیل یافته. من بعد تمام مراسم دفن و عزاداری از قبیل 3 40 و سال به ذبح چهارراه و به دادن طعام باید گذرانده شود. ولی یک نکته ای که در اینجا خیلی جدی به نظر می رسید مسئله دخورگی این قانون بود. از جمله هنوز روشن کرده نشد که مسئله عائله چند نفر باید شرکت کند و این عائله وقتی که ختنه‌تو یا توی دامادی را میگذارند در خانه‌اش باید انجام دهد. آیا حق دارد که در رستوران ها، در طرفخانه ها انجام دهد و چگونه باید انجام دهد و در وقت انجام آیا کشتن مال که در قانون آمده است که منع است به چه شکل این باید توی خودش رو گذراند؟ آنچنانی که رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف ذکر کرد به رئیس کمیته دین تاجیکستان، یعنی اینکه هنگام گذراندن این معرکه وقتی که در دایره عائله صورت میگیرد ذبح مال ممکن است یا نه، ذکر کرده شد که مالی که معده از جمله مرغ یا گوسفند یا بز یا به این گونه چیزها ممکن است. و مسئله دیگری هم این و مهم هم این بود که در صورت نقض قانون تنظیم رسم آیین از طرف منصبدارا آنها با 25,000 سامانی و اهل علما دیندارا امام خطیبا اگر نقض کنند آنها به اندازه 500 نشان دهنده یا 35,000 سامانی جریمه بسته می شود. و روحانیان تاجیکستان همین روز اعلام کردند که عید قربان امسال روز 1 سپتامبر تجلیل می شود. در جلسه شورای علما به امام خطیبان مسجدها در تاجیکستان دستور دادند در موعظه هایشان مردم را به آراستن دستارخوان خاکسارانه عیدانه دعوت کنند. واقعا صحبت دیگری داریم درباره رسم و آیین‌های دینی و مقررات اسلام از جمله طلاق که تا چند دقیقه دیگر تقدیم می شود. پیش از آن یک آگهی کوتاه. با مشورت پرزیدنت امام علی رحمان بعد 4 روز توی عروسی 2 جوان تاجیک برپا می شود. تفصیلات این حادثه در سایت رادیوی آزادی www.azadi.org. و همچنان درباره پراکنده شدن انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان فعالان آن داداجان عطاالله و شرف الدین دادور نظر خود را اظهار کردند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا از پاکستان خواست طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو را در قلمروش نابود کند وگرنه
ایالات متحده همکاریش با اسلام آباد را بازنگری خواهد کرد. به گفته رکس تیلرسون از بس که پاکستان و گروه های تروریستی پناهگاه میدهد، اعتماد امریکا به این کشور شریکش کم شده است. خیرامان بخازاده گزارش میدهد. روز سه‌شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون گفت اگر پاکستان تعقیب طالبان و دیگر گروه‌های افراطی را تحکیم نبخشد، واشنگتن میتواند لغو مقام خاص پاکستان در پیمان ناتو را در میان گذارد. فعلا پاکستان در میان مهمترین متفقان ناتو جایگیر است. اعتماد میان کشورها کاسته شده است، زیرا ما شاهد آن هستیم که در پاکستان سازمان‌های تروریستی پناهگاه یافته بر ضد نظامیان و منصبداران ایالات متحده آمریکا حمله ها راه اندازی می‌کنند. آنها همچنان کوشش‌های صلح در افغانستان را برهم می‌زنند. پاکستان باید سمتگیریش را تغییر دهد. هنگام صحبت با خبرنگاران در واشنگتن، تیلرسون گفت که بعد نهایی شدن برنامه مأموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره افزایش شماره نظامیان آمریکا در افغانستان معلومات خواهد داد. شام دوشنبه پرزیدنت ترامپ گفت که کشورش جنگ با تروریسم در افغانستان را ادامه می‌دهد. و می رویم به هند. دادگاه عالی هند حکم کرد که طلاق اسلامی مخالف فرموده های اسلام و قانون اساسی هند است. در حکم دادگاه که روز 22 اوگوست صادر شد همچنین آمده است حکومت هند باید برای راه ندادن به طلاق قانون نو تهیه کند. دادگاه هند بعد مراجعه مردم برای بررسی مسئله درستی 3 طلاق چنین حکم صادر کرد. زنان مسلمان در هند میگویند چنین طرز جدا شدن آنها را در حال بدی میگذارد. قبل شروع این برنامه صحبتی داشتم با محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. با برنامه ما خوش آمدید. نخست میگفتید که دادگاه هند چی وجه پیش آورد که چرا طلاق ضد قانون اساسی هند و هم فرموده های اسلام بوده است؟ ببینید در هند مذاهب مختلف وجود داره، از جمله حدود 160 میلیون مسلمان هم در هند وجود داره که از مذاهب مختلفی که در اسلام هست پیروی میکنه. مسئله اینطور نیست که هند مطلقاً طلاق اسلامی را منع کرده، بلکه طلاق ثلاثه را که به نام طلاق غلیظ هم یاد میشه او را هند منع کرده. در طلاق غلیظ اکثر علمای اسلام هم اختلاف داره که آیا این طلاق ثلاثه به یک بار داده شود و یا در هر ماه یک بار داده شود. در اینجا مذاهب اسلامی هم اختلاف دارن. چیزی که هند منع کرده است که یک آدم در 1 دقیقه برای زن بگه طلاق 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 و بالاخره او طلاق یعنی نتایجش قسم است که وقتی شما این 3 طلاق دادین او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز به شوهر اصلی خود مراجعه کنه. چون این در حالت بسیار غضب هم میشه، در حالت یک خطا هم میشه، در حالت مشکل هم میشه. با یک بارگی چانس آشتی دوباره را از میان زن و مرد میبره. به این خاطر در اسلام هم تحت شرایط بسیار خاص اجازه داده شده. آیا ادعاهای یا که گفته‌های هم بودند که این حکم دادگاه بر ضد جامعه مسلمانی هند است که 160 میلیون نفرن آنگونه که گفتید؟ بله، قسمی که پیشتر گفتم یک تعداد زیادی از جامعه مسلمانای هند میگن که چون قانون اساسی برای همه مذاهب حق داده که برای مذاهب خود عمل کنه، بنابراین وقتی که شما او را محدود میسازین این برخلاف حکم قانونی اساسی است. اما تعداد دیگه میگن که نه، در اینجا مذاهب یعنی مذهب‌های مختلفی که در اسلام هست در این مورد اختلاف داره، بنابراین باید قانونی جور شود که همه را در بر بگیره. چون شما می‌بینید در اونجا مذاهب سنی هست، در سنی هم حنفی هست، مالکی هست و در هند مذاهب دیگه یا به اصطلاح روش‌های دیگه دیوبندی و بریلوی و چی هستن که هر کدامشون تعبیرهای مختلفی از اسلام داره. بنابراین بعد از اینکه یک نگاه جامعی باید به این شود که تمام مذاهب اسلامی که در هند هستند اونا را آورده شود و با اساس رأی از اونها
یک طرح جامع و طرحی که مورد اتفاق همه باشه چی شود. و صحبت کامل با محمد امین مدقق در وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب به زودی نشر می شود. در تاجیکستان تا چند روز دیگر سال نوی تحصیل شروع می شود و یکی از آنهایی که برای مکتب رفتن آمادگی می گیرند شاکرجانی 15 ساله است. شاکرجان تمام تابستان کار کرد تا خانوادهشان گرسنه نماند و هم خودش صاحب سر و لباس مکتبی شود. شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی یک روز همراه شاکرجان در شهر دوشنبه بودند. صبح شاکرجان 15 ساله در روزهای تعطیل با تشویش شروع می شود. تا آغاز سال خوانی چند روز دیگر باقی مانده است، اما او تا حال لباس مکتبی ندارد. پس از نهاری خاکسارانه مادرش به چای فروشی می رود. چای خنکی که برای میزاجان در این فصل گرم تابستان پیشنهاد می شود، صبح مادرش آماده می کند. چای شری کاربکا هر چی فروخته جمع دارم برای مکتب سر پا خریده. کستان بروگ همی سال 500 سوم شده. در تاجیکستان بر طبق قانون شاکرجان نباید کار کند. مادرش را جریمه تهدید میکند، اما او میگوید یگانه راه دریافت مبلغ لباس و جهاز مکتبی است و نمیتواند از آن دست بکشد. یکم بار دیسک فروشی در کاپیدان و جورا ما فریاد کردن، او رفت. من خیال میگیره که من رفتم که هر دو قپید. بعد این بار در پاکت فروشیم قپیدن. سیم بار چای فروشیده. می بردن ندل میگه سودا نکنین میگه. بعد مدارم فریاد میکنن، شترف میسپرن، دلا میکنن، تمام. رابعه مرادووا مادر شاکرجان او و 4 خواهرش را سالهاست تنها تربیت میکند. او میگوید پدر کودکان چند سال پیش می زده شد و ترک فرزندانش کرد. به وای رساندن 4 کودک برای او خیلی دشوار شد. یک روز هم تا گریه داشتم، اوچه برای چی گریه میکنی؟ گریه نکن، ما خود بکلچکچه میارم چویم دم کن. یکی میگیرم، من نیم لیتر چه ده، اول نیم لیتر چه ده دهم کردم 5 تا دادم، 10 درف فروخت اومد بچه کم. گو که اوچه گو ایسا پس چوی کن. گو من برده هم میگیرم، گو زندگی من فوز میشه. من گفتم مایل بچه همین قطعی این بچه من 7م خونشی تا حال حاضر مهنت میکنن. بجز چای فروشی شاکرجان از هر جا کارتون جمع‌آوری میکند و به نقطه‌های قبول میسپارد و در باغ فراغت دوستی خلق‌ها پوفک میفروشد. از فروش پوفک در یک روز 5 سامان و در مجموع از همه فعالیت‌ها روزانه تا 20 سامانی برایش باقی میماند. سال نوی تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز می شود و بیش از 2 میلیون خواننده باید با لباس مقرر کرده وزارت مالی و علم به درس حاضر شوند. خراجات تهیه جهاز مکتبی برای یک خواننده در تاجیکستان وابسته به وضع اقتصادی والدین فرق میکند. برای عائله های کم بضاعت تهیه لباس و دیگر مواد مکتبی برای یک خواننده به حساب میآید 400-500 سامانی را تشکیل میدهد. برای فرزندان عائله های دارا 1000-1200 سامانی و بیشتر از آن خرج می شود. با این همه شاکرجان یوسف امید دارد که تا شروع تحصیل برای سر و لباس مکتبی مبلغی در کاری را جمع می کند. او میگوید در آینده نیتی طبیب شدن را دارد و برای عملی کردن این آرزوی خود به هر مشکلی طاقت می کند. و اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. در شبکه اجتماعی در فیسبوک هستیم با نام رادیو آزادی. در ادنا کلاس نیکی نیز با عین نام ما را پیدا میکنید.